خدا نگهبانتان باشد. تشکر از این برادر عزیزمون از تاجیکستان. من چون دو سه پیام از تاجیکستان داشتیم، مطلبی است که دوست دارم عرض بکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و گرامی تاجیک. دین مبین اسلام و این پیام الهی، قرآن کریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آنگونه که برای شما مفت و رایگان رسیده، برای گذشتگان ما اینگونه نبوده. سلف صالح امت که صحابه و تابعین بودن و علمای بزرگوار امت در راه ایمان، در راه تبلیغ دین، سختی ها و مشکلات و شکنجه های فراوانی رو متحمل شدن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مکه در ناز و نعمت زندگی می کردن. محمد امین، جوانی که در شهر مکه همه به او احترام داشتن، کسی به ایشان نمی گفت که بالای چشمت ابروست. اما وقتی که دعوت و تبلیغ دین را آغاز کردن، وقتی که پیام الهی رو برای مردم رساندن، وقتی که آیات الهی رو بازگو کردن، آزار و اذیت ها و شکنجه ها شروع شد. در راه ها خار می ریختن سر راه رسول الله صلی الله علیه و سلم. همسایه های مشرکی که داشتن زباله ها و آشغال های خونه رو جمع می کردن و پشت در پیامبر صلی الله علیه و سلم می انداختن که وقتی از خانه خارج می شدن با سختی می تونستن که راه برن از وسط اینها. در مسجد الحرام که در اون زمان مشرکین مسلط بودن در اونجا، وقتی که میخواستن نماز بخونن، این کثافت ها و شکمبه شتر، که شتر دیدید حیوانی به این بزرگی، شما تصور بکنید شکمبه، یا بنابر بعضی روایتی میگن که بقایای جنینی که در شکم شتر ماده‌ای بود، اینو آوردن و بر سر رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتن در حالی که در سجده بودن. این وضعیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. وقتی هم که از مکه هجرت کردن به طرف مدینه، برنامه همگام با نبی رحمت رو دیدید. ما تقریبا 18 روز با ماشین هایی که یعنی مجهز بود با سختی این راه رو پیمودیم. یعنی یک روز دو روز اگر فیلم برداری می کردیم به نزدیکترین شهر بر می گشتیم، یک شب استراحت می کردیم، دوباره می اومدیم. همین راه رو 18 روز یا کمتر و بیشتر رسول الله صلی الله علیه و سلم با پای پیاده به همراه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سپری کردند. در بدر، در احد، در خندق، در خیبر، در حنین، در جنگ های مختلفی که رخ داد، خاصتا در احد، پیامبر صلی الله علیه و سلم عزیزانشون رو در راه دین از دست دادن. شما میدونید حمزه سید الشهدا کی بود؟ کسی که وقتی که ایمان آورد دیگه کسی جرئت نمی‌کرد که در مکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم آزار و اذیت علنی برسانه. شما میدونید در احد مصعب بن عمیر، کسی که اولین معلم قرآن، اولین سفیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه، و کسی که تصور بکنید همه انصار به دست او مسلمان شدن. سعد بن عباده و سعد بن معاذ، دو تن از سران انصار، یکی رئیس اوس بود و دیگری رئیس خزرج، به دست مصعب بن عمیر مسلمان شدن. جوانی که یکی از جوانان شیک پوش مکه بود. وقتی که مصعب از کوچه عبور میکرد در مکه، مردم در خانه ها از بوی عطر مصعب متوجه میشدن که مصعب از این کوچه عبور کرده. همین صحابی در راه دین در احد شهید میشه، پرچمدار لشکر اسلام بود. تا آخرین لحظات
نگذاشت که پرچم رسول الله صلی الله علیه و سلم به زمین بیفته. و وقتی که شهید شد، وقتی که میخواستن دفنش بکنن، پارچه برای کفنش وجود نداشت. عباشون رسول الله صلی الله علیه و سلم انداختن بر سر او، چون قدش بلند بود. وقتی که به سرش میکشیدن پاهاش لخت میشد، وقتی به پاهاش میکشیدن سرش لخت میشد. آخر این عبا رو به سرش کشیدن و از بوته های خاری که در اونجا بود رو پاهاش گذاشتن. این جوان نازدانه و نازپرورده قریش در این حالت در احد به شهادت میرسه. در همین مکه عمار، پدرش یاسر و مادرش سمیه، اینها رو مشرکین می بردن در ریگزارهای گرم و سوزان اطراف مکه می خواباندن، سنگهای سنگین رو بر روی سینه های اینها می گذاشتن و اینا رو اذیت و شکنجه می کردن که از دین اسلام برگردن. اما اینا چی می گفتن؟ ما به دین محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. یاسر رو شهید کردن، پدر عمار رو. مادرش سمیه رو هم شهید کردن، اما اینا دست از دین بر نداشتن. اگر بخوایم در مورد فداکاری هایی که سلف ما، رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه در راه دین کردن، ساعت ها، روزها، ماهها، سالها صحبت بکنیم کم است. تا که این دین، قرآن و سنت، این گونه آسان و راحت به دست من و تو رسیده. من تعجب میکنم، یعنی پیام های زیادی در نواخر دریافت میکنیم که در تاجیکستان بعضی از خواهران ما میگن که خب ما مجبوریم به خاطر درس خواندن، به خاطر کار کردن حجابمون رو برداریم. برادرانی هستن که میگن خب ما مجبوریم به خاطر کار کردن، به خاطر اینکه تجارت بکنیم، بیرون بگردیم، به ما چیزی نگن، ریشمون رو بتراشیم. مجبور هستیم مسجد نریم به خاطر اینکه نمیذارن که مسجد بریم. مجبور هستیم که مدارس رو تعطیل بکنیم، مساجد رو ببندیم. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل علمای تاجیکستان و مثل شما جوانان تاجیکستان، شما برادران و خواهران مسلمان ما در تاجیکستان فکر میکردن که خب من در خانه می نشینم در مکه، دین خداست، خدا هر کی را خواست هدایت میکنه، هر کی را خواست هدایت نمیکنه. می نشستن در خونه و دعوت و تبلیغ نمی کردن و این همه سختی ها رو نمی کشیدن. آیا این دین به ما می رسید؟ اگر بلال و عمار و یاسر و سمیه در ریگزارهای اطراف مکه شکنجه نمی شدن، تسلیم می شدن، دین رو رها می کردن، آیا امروز دین به تاجیکستان و افغانستان و ایران می رسید؟ آیا اگر در بدر و احد و خندق و خیبر و حنین و جاهای دیگه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه جانفشانی نمی کردن، این دین به ما می رسید؟ امروز هم غم خیلی از برادران و خواهران ما در تاجیکستان چی است؟ که به اون آرایش و به اون لباسشون اهمیت بدن، جوانها به اون استایل مو و لباسهاشون اهمیت بدن، برای خوشگذرانی و برای عیاشی عده‌ای که حتی مجبورم نیستن سالها و مدتهای زیادی در روسیه و دیگر کشورها بگذرانن، از پدر و مادر و خانوادهشون هیچ خبری هم نگیرن. اگر مصعب ابن عمیرم در مکه می نشست و مشغول همون لباس و آرایش و عطر و تجملاتی که در اونجا بود، ثروتی که داشت میشد و نمی اومد آنگونه مظلومانه در احد به شهادت نمی رسید، مگر این دین به من و تو می رسید؟ که امروز راحت نشستیم، مسلمان هستیم، افتخارم می کنیم، بر همه ملت هم خودمون رو برتر می دانیم، اما حاضر نیستیم که به خاطر دین خاری به پای ما بخله. خیلی راحت خواهر ما میاد در تاجیکستان حجابش از سرش بر میداره به خاطر اینکه میخواد درس بخونه. برادر ما که اسمش رو مسلمان هم گذاشته ریشش رو میتراشه،
در کوچه و خیابان میگرده، افتخارم میکنه. اگر جای افتخار باشه، بله، به تاجیک بودنش، به مسلمان بودنش افتخارم میکنه، دم از دینم میزنه. اگر همه سلف، همه صحابه و تابعین و امامان بزرگوار، امام ابو حنیفه و غیره، به خاطر دین تنازل میدادند، دستورات و تعالیم دین رو ترک میکردن به خاطر طاغوتی، به خاطر ظالمی، امروز دین به من و تو نمیرسید. مگر حجاب امر الله سبحانه و تعالی نیست؟ مگر الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم امر نکرده که باید زنان مسلمان حجاب داشته باشند؟ مگر امر نکرده که مردان مسلمان باید شعائر دینی رو مراعات بکنن؟ مگر امر نکرده که علمای دین باید تبلیغ دین رو بکنن؟ مگر نگفته که در راه دین سختی ها و مشکلات و تکالیف و زحمات هست، اما باید صبر کرد، تحمل کرد، چون هدف ما رسیدن به بهشت است، به رضای الله سبحانه و تعالی است. ما امروز خیلی راحت میایم در جوامع مختلف تعالیم دین رو زیر پا میگذاریم، شعائر دین رو عمل نمی کنیم، مجبوریم، چون یک شخص، یک طاغوت، یک ظالم، یک ستمگر، یک شیطان در اون بالا نشسته امر میکنه که زنها نباید حجاب داشته باشن و مسلمان ها بدون چون و چرا یا از ترس عملی میکنن. من از اینجا دعوت میکنم از همه خواهران مسلمانی که در تاجیکستان هستن، همه حجاب بپوشن. من بارها اینو گفتم، مگر چند نفر رو میتونن ببرن زندان؟ چند نفر رو میتونن اذیت بکنن؟ در مدارس، در دانشگاه ها، در کوچه ها، در خیابان ها، هر کس به خاطر حجاب گفتن حجاب ندارید نمیتونی کار بکنید، رها بکنید کارا رو. 1000 2000 10000 30000 1 میلیون نفر وقتی که کار رو رها بکنن، 1 میلیون نفر دیگه از کجا میتونه بیاره که به جای اینها در این کارها بگماره؟ ایستادگی بکنین. کمتر از سمیه هستید که به خاطر دین شهید شد؟ اولین شهید در اسلام سمیه بود که به خاطر دین شهید شد. اگر سمیه در گوشه خونه می نشست، اگر سمیه کفر می گفت، اگر سمیه از ترس مشرکین حتی به ظاهر از اسلام هم برمیگشت، گناهی بر او نبود، مجبور بود، عذر داشت. الله سبحانه و تعالی برای کسی که جانش در خطر باشه این اجازه رو داده که حتی کلمه کفر رو هم به ظاهر به زبان بیاره، حتی مرتکب بعضی از محرمات رو هم بشه اگر مجبور بود، گرسنه بود، حتی میتونه گوشت خوک هم بخوره. اما نه، ایمان و تقوای سمیه این اجازه رو نداد بهش. تا آخرین لحظه ایستاد و شهید شد و به عنوان اولین شهید در تاریخ اسلام اسم خودش رو ثبت کرد. ایمانی مثل ایمان سمیه داشته باشید. پیرمرد یاسر، پدر عمار، امروز این داملاهای بی غیرتی که در خانه ها نشستن و در مقابل این ظلم و ستم و قوانین غیر انسانی و غیر اسلامی که داره در تاجیکستان از طرف حکومت تنفیذ میشه ساکت نشستن. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم اینا رو میگه مثلهم کمثل الکلب، اینها مانند سگ ها هستن. یا میگه مثلهم کمثل الحمار، مانند الاغ هستن. یحمل اسفارا، این علمی که دارن، این لقب های داملا و ملا و مولوی و شیخ و فلان که دارن، این علمی که اینها دارن مثل بار سنگینی است که بر دوش الاغی گذاشته شده. بیایید حق رو بگویید، به خاطر حق شهید بشید. کمتر از یاسر که نیستید، کمتر از امام ابو حنیفه که نیستید، کمتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم هستید. خون شما رنگین تر از خون صحابه است، علم شما بالاتر از علم صحابه است،
ایمان و تقوا و اسلامیت شما بالاتر از ایمان و تقوا و اسلامیت صحابه است؟ تا کی میخواید در گوشه‌های خونه بشینید و یک طاغوت بیاد و هر چی که دلش میخواد در این جامعه، هر قانونی که دلش میخواد درست بکنه و شما صداتون در نیاد؟ اینایی که امروز حجاب در تاجیکستان نمیگذارن خواهران شما هستن، مادران شما هستن، دختران شما هستن. نمیدانید که الله سبحانه و تعالی، احمد جان اگر که نشون بدید در سوره نور آیه 30 و 31، آیه 30 در مورد مردان است و آیه 31 در مورد زنان. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بگو ای پیامبر به زنان مؤمن که چشمهای خود را از نگاه نامحرم فرو گیرند و شرمگاهشان را حفظ کنند و زینت خود را آشکار نکنند جز آنچه که طبیعتا خودش نمایان است. و وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائهن أو آباء بُعُولَتِهِنَّ و ابنائهن الی آخر آیه که من ترجمه فارسیشو براتون میخونم که میگه زینت خود را آشکار نکنند جز آنچه که طبعا خودش نمایان است و باید اطراف مغناهای خود را بر گریبانهایشان بیفکنند تا گردن و سینه های آنها پوشیده گردد. خدا میگه در قرآن کریم که گردن و سینه هایتان را بپوشانید. طاغوتی میاد در تاجیکستان میگه نه، باید این رومالاتون اینجوری پشت سر ببندید که گردن و سینه هاتون باز باشه. و زینت خود را آشکار نسازید مگر برای شوهرانتان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان، اینا همه محارم هستند، و پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان یا مردان خدمتگزاری که رغبتی به زنان ندارند یا کودکانی که بر شرمگاه زنان آگاهی نیافتند. و زنان نباید انگام راه رفتن پاهای خود را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان را که پنهان کردن دانسته شود. و ای مؤمنان همگی به سوی خدا توبه کنید تا رستگار شوید. در آیه دیگری خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، ای پیامبر بگو به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمن یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای پیامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمن بگو که چادرهای خود را بر خویش فرو افکنند و با آن سر و صورت و سینه هایشان را بپوشانند. این مناسب تر است تا شناخته شوند، پس مورد آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزنده مهربان است. این دستورات الله سبحانه و تعالی است در قرآن کریم در مورد حجاب. بعد شیطانی بیاد بگه که نه، این حجاب این نشانه زنهای عقب مانده است، زنهای بی سواد است، زنهای جاهل و نادان است، شما باید آزاد باشید. آزاد فکر بکنید یعنی چی؟ در نزد اونها آزادی و پیشرفت و ترقی این است که زن برهنه باشه تا اینها لذت ببرن از دیدن این زنها، تا هر کدوم از اینها وقتی زنی رو دید و خوشش اومد در بازار بتونه که ازش کامجویی بکنه. در یکی از مسئولین همین شهر دوشنبه یکی از دوستان میگفت که تا حالا به بیش از 100 زن تجاوز کرده. هر زنی رو که تو کوچه و بازار ببینه خوشش بیاد افرادش رو امر میکنه که اینو بیارید. بعد به اون تجاوز میکنه، دارو بهش میده، بیهوشش میکنه، یا به رضا یا به زور تجاوز میکنه، مقداری پول بهش میده، رها میکنه. حالا این دختر بیچاره کجا بره؟ مجبور است که یا در داخل تاجیکستان دست به فاحشه‌گری بزنه یا بره در کشورهای خارج از تاجیکستان تنفروشی بکنه. و 4 تا ملا و دامالای بی غیرت و بی ناموس نشستن و تماشا میکنن و ساکتن، صداشون هم در نمیاد. اگر که به این چیزها عمل کردید، اگر که دستورات قرآن و سنت و رسول الله و دین اسلام را عمل کردید، فکر نکنید که دنیا برای شما گل و گلستان است و همه چیز به خیر و خوشی میگذره، بلکه
این وعده الهی است که الله سبحانه و تعالی مؤمنین رو آزمایش میکنه. شمایی که در تاجیکستان ادعا میکنید مسلمان هستید، مؤمن هستید، این ابتلاست. این شیطان عالی رو الله سبحانه و تعالی برای ابتلا و آزمایش شما قرار داده تا ببینه که شما واقعا به دین عمل میکنید یا نمیکنید، مؤمن هستید یا نیستید، ادعای اسلام دارید یا واقعا مسلمان هستید. این مسلمانیت شما ظاهری است یا قلبی است. در اوایل سوره عنکبوت احمد جان اگر نشون بدی، الله سبحانه و تعالی بعد از الف لام میم چی میگه؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنن که همین که فقط بگوین ایمان آوردیم به حال خودشان رها میشوند و آزمایش نمیشوند؟ ببینید در زندگی عادی شما به مدرسه میرید، به مکتب میرید، به دانشگاه میرید، همه ادعا میکنن که درس میخونن، همه ادعا میکنن که شاگرد خوب هستن، اما در آخر سال امتحان میگیرن. در امتحان در اونجا معلوم میشه که درسخوان واقعی کیست و اون کسی که فقط اومده روز گذرانده در دانشگاه یا در مدرسه کیست. الله سبحانه و تعالی وقتی که شما ادعا میکنید که مؤمن هستید، مسلمان هستید، شما رو مورد ابتلا و آزمایش قرار میده با همین طاغوت، با همین زندیقی که اومده ادعای اسلام و مسلمانی هم میکنه و داره با دین اسلام مبارزه میکنه. میگه فکر کردید که شما همین که فقط بگید ایمان آوردیم، مسلمان شدیم، شما رو رها میکنیم، شما رو آزمایش نمیکنیم؟ و در ادامه میگه ولقد فتنا الذین من قبلهم، ما به راستی کسانی را که پیش از اینها بودن را هم آزمایش کردیم، حتی رسولان، حتی صحابه، حتی ائمه بزرگوار مذاهب اهل سنت هم مورد ابتلا و آزمایش قرار گرفتن. و هدف از این چی است؟ ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا که الله سبحانه و تعالی معلوم بدارد که دروغگو کیست و راستگو کیست. زنی که به خاطر یک انسان، به خاطر یک طاغوت حجابش را از سرش برمی داره، عالمی که به خاطر یک طاغوت میره گوشه خونه میشینه تبلیغ دین رو ترک میکنه، جوانی که به خاطر یک طاغوت میره ریش خودش رو میتراشه، اینها دروغگو هستند، در این امتحان الهی ناکام شدن، برگه ناکامی به اینها داده میشه. من گفتم خواهرانی هستن در فرانسه که نقاب پوشیدن ممنوع است. خواهری که به خاطر احتیاجات خانه مجبور است در هفته یک بار بره بیرون، به مجرد که از خونه خارج میشه پلیس نگرش میداره، 100 یورو جریمه میکنه. 100 یورو جریمه نقدی. 2-3 سال است که داره جریمه رو میده اما نقابش رو بر نداشته. این ابتلاست و این از کامیابی. الله سبحانه و تعالی این امتحان و آزمایش رو قرار داده تا انسانهای صادق و راستگو و انسانهای کذاب و دروغگو رو از هم دیگه جدا کنه. حال شما خودتون بسنجید که آیا در این امتحان کامیاب بودید یا ناکام. تشکر میکنم از عزیزانی که از تاجیکستان این پیام ها رو